بسم الله الرحمن الرحیم. محسنین عزیز، بازم خیلی خوشحال هستیم که با شما هم کلام هستیم. امروز بخش سهمش میخوانیم از بخش اگریگیت فانکشن. از اگریگیت فانکشن دیگه چیزایش که ما خوانده بودیم، یکیش مین بود و هم مکس بود که ما در مین مو ولیویش یا هم مو دیتا را ریترن میکردیم که یعنی قیمتش پایین بود، و همچنین در مکس مو دیتا ریترن میشه که قیمتش بالاتر باشه. و همدارنگه در کاونت که سیده کاونت که بیامون تاسو کول سي جمع کو عمومي قیمتونه که چیرې موږ تاسو اگریگیت فانکشنونه خپل عموما د کالکولیشن لپاره کارول کیږي. به خاطر کالکولیشن استفاده میشه. اگه وقتی که ما بخوایم ام دیتا رو چیکنه کالکولیت کنیم سرشان استفاده میکنیم. خب مینیم مکس هم خواندیم، ضرور نیستیم که باز خب یک بار میایم سرشان که مینیمم ریترن میکنه، اسمالست، و همچنان دیگهش که است لارجست دیتا رو ریترن میکنه. و چی رقم بود؟ امو کالم نامی کالم انتخاب میکردیم و تو هم پیش میرفتیم، بعد از اون تیبل نام و همچنان کدام شرط که میدادیم برشون میتیم. و با مکس هم امو یک چیز است، فقط یک امی کلمهشه تغییر میکنه. ولی اگر می کلمه رو به کاونت تبدیل کنیم دیتا رو برای ما شما حساب میکنه. خب یکی هست تنها نمریک دیتا هست. مطلب نمریک دیتا چی است؟ ببخشید که یعنی قابل شمارش باشه، یعنی ایتونه باشه که استرینگ برای ما شما کاونت کنه، یا هم میتونه اونم کاونت کنه. خب ما تنها شمارش برای ما شما نشان میده. اما کالم تیبل نیم و همچنان کدام کاندیشن اگر برش داشته باشیم او رو برای ما شما نشان میده. سعی کنید دیگه مثلا پروداکت نیم برای ما شما پروداکت ها که چند دانه است رو برای ما شما ریترن میکنه. بخش دیگه ایش که هستک این یک مثال دیگه داده، میگه سلکت کاونت، میگه اما چیکو حساب کو پروداکت ایدی را سایز که چند تا پروداکت ایدی داریم از تیبل پروداکت در کجا وقتی که قیمت بزرگ از 20 باشه همین کل دوتا رو برای ما شما ریترن میکنه در پروداکت ایدیا که از اون ایدیا رو برای ما شما میاره ایدی هایشان که قیمتش بزرگ از 20 باشه. خب یعنی امو پروداکت هایی که یا همو محصولاتی که قیمت پایین از 20 داره او رو بیخی امو ایدیش برای ما شما نمیاره، تمام اون دیتا رو میاره که امو قیمتش چند باشه، پای بزرگ از 20 باشه. خب ما این رو ترای میکنیم دیگه. میایم در بخش خب اسکیل کاماندز کاماند لاین رو میپرتیم دیشون، یعنی امورا برای ما شما ریترن میکنه که اگه ما کلیک کنیم خب اینترنت تا که کار میکنه. خب اینی برای ما شما دیتا رو امو ایدی رو ریترن میکنه. 37 تا ایدی رو ما شما داریم حساب میکنه. 37 تا ایدی داریم که قیمت از چند بالا باشه، از 20 بالا باشه. خب اگه ما ایرا پاک کنم و جایش کوچک از 20 باشه، خب میبینیم که چند تا هست ایرا پرایس. خب ایرا اگه ران کنیم میبینیم که قیمتش چند میشه. یک لحظه صبر میکنیم برایشون، به خاطر که دیتا رو از موتی بالا که فچ میکنه توسط اینترنت فچ میکنه و موز که کمی وقت میگیره. خب به این شکل لان میشه. صحیح. خب تا بالا ران نشده و همچنان ما شما دیگه چیزا رو مثلا سرچ کرده میتونیم که قیمتش مساوی به 20 پرتیم و همچنان دیگه بخششی مشکل از اینترنت است. خب اینترنت به نظر من از ما کمی ضعیف شده امروز این روزا. ما چه مشکل چی هست طرفو؟ خوب اینترنت کمی ضعیفی میکنه. خب استاد رد شد. بهش ریترن میکنه. وقت بود نشد. سوال داشتین کسی؟ نه خیر استاد گفتم که رد شد. 37 بود 39 شد. نه آفرین. طيب بسیار خوب. از ما فکرم نبود، به خاطر اینکه 37 بود 39 شد، یعنی 39 تا دیتا که هست که ما شما کاونتش کرده حساب کرده 39 تا که قیمتش مساوی با 20 بود. ولی ما شما چند داریم اونجا که هست در خود پروداکت ها ما شما 77 که پروداکت داریم اینجا که ببینیم. صحیح. از اون چندش به مساوی 37ش اون بود و از 39 ش اینی اگر دویشان خب اینی راستی او ایدیاش جمع میکنه که ایدیاش چند است کلش حساب میکنه برای ما شما. یعنی قیمت های ایدیاش برای ما شما جمع میکنه داخل پرایسش قیمت هایش. اگر قیمتش مساوی به 20 باشه او رو برای ما شما ریترن کنه چند میشه؟ ببینید علامهش مساوی بتیم فقط امور برای ما شما میاره. خب یک دانه است که ایدیش قیمتش چند است؟ 20 است. یعنی به این شکل ما شما دیگه هر نوع کالکولیشن یا هم کاندیشن برش پرتیم برای ما شما میکنه، چیش میکنه، کاونتش میکنه، حسابش میکنه. خب دیگه ايش که هست وقتی که ما بخوایم امو دوپلیکیت دیتا از بین ببریم، اینجا هم کلمه که دیستینکت است ما شما باز استفاده میکنیم. دیستینکت امو دیفرنت برای ما شما نشان میده. اینا دم اولا سلکت دیستینکت اینی بخشی سلکت ما شما استفاده کردیم. دم روز اول اینی بخش اینا سکن اینی کوریر ما شما استفاده کردیم و ضروری نیست که باز سر ازی بریم. خب بخشین ما شما دیگه یک چیز داریم به نام اریس، میگه give the counted column a name by using as keyword. سعی کنین به این شکل اگه باشه مثلا name the column number of records. سعی کنین ما شما اینی کاونت میکنیم کل پروداکت ها را و نامش برشان number of record یک نام برش میدیم. بعد از اون برای ما شما او را ریترن میکنه. او رقم یعنی اینی بخش رقم کار میکنه برای ما شما امو فکر کنین به اصطلاح نامش تغییر میده.
یعنی select all from product است. خب همون نام تیبل برای ما شما چی میکنه؟ از اون کلم تغییر میده و به شکل دیگه ریترن میکنه. سعی کنیم ما شما ایرا میبریم در این بخش میندازیم. خب با جای از این ما ایرا میپرتم. ببینم اگه ایرا رن کنم، ولی اگه ایرا رن کنم چی میشه؟ میبینیم که فکر کنین نمبر اف ریکاردز 77 است. یعنی ما شما اگه کدام ریکارد داره که داریم بهشون 77 دانه ریکارد است. خب این نام تیبل برای ما شما تغییر میده. اگر ما میره دیگه چیز بگیم برایشان دیگه هر چیزی که نوشته کنیم به اون شکل نام امی تیبل میاد. خب از این تیبل میاد ما نامش مثلا چی بگم، مثلا اگر برش نوشته کنیم all numbers صحیح، برای ما شما چی میکنه؟ او را ریترن میکنه. فکر کنید این من حیث all number نام کلام برشان میتیم وقتی بعد از او دیگه از کلمه از استفاده کردیم یعنی به این شکل نشان بده. دیگه که هست که use count است. بعد از او را برای ما شما with group by. خب اینجا که هست ما شما ایرا منظم میکنیم در بخش یک بار. سعی کنین اینجا چی گفته؟ میگه here we use the count function and the group by clause to return the number of records for each category in the product table. میگه ما شما از count هم استفاده میکنیم و همچنان با استفاده از group by که برای ما شما چی ریترن کنه؟ کاتگوری از product in the product table ما شما رو بیاریم. مثلا چه رقم میگه select count کو کلی چی را امو دیتا را و نامشان بده که نامشان چی است؟ number of records. و دیگه چیکو کاتگوری ایدی را بیار from product group by کاتگوری ایدی. نظر به کاتگوری ایدی را برای ما شما چیکو منظم کو. خب نظر به کاتگوری ایدی را برای ما شما بیار. یعنی اونجا که بود عموما می آوردیم ولی دیگه یک دیگه شرط گروپ های که چیز اضافه میکنیم که پروداکت ها را بیار نظر به کاتگوری ایدی. سعی کنین اینجا است. نظری را به چی برای ما شما ریترن کرد؟ منظم کرد نظر کاتگوری ایدی. از یک است، از دو است، از سه است، از چهار است. چنان قیمت ها سعی کنین نمبر اف ریکورد ها فرق میکنه. از 12 است. اینجا که است 12 13 ده، یعنی اینی اگه ما شما منظم میکنیم 13 باید اول بود یا 10 باید اول بود. ولی نه نظر به نمبر ایدی ما شما اینا چی کردیم؟ منظم کردیم. خب این بخش مربوط گروپ بای میشه که ما شما اشاره استفاده میکنیم و دیگه بخش اکسرسایز است که شما اینا خودتون حل کنید و پیش برین. بعد از اون ما شما که چیزی داریم به نام سم است. خب sum چی است؟ the SQL sum function. The sum function returns the total sum of numeric column. همین numeric column ها که هست کلش برای ما شما جمع میکنه. صحیح؟ اینجا که هست مجموعه‌ایش برای ما شما ریترن میکنه. مثلا ما که بخوایم sum of all quantity fields in product details order details ما شما میریم در تیبل order details. خب امو quantity کل چرا quantity کل جمع میکنیم یعنی تعدادش جمع میکنیم که چند تا هست. باشه. خب اینجا که هست ما اگه به جای زیر پارتم سعی کنیم میگه سلکت سم امو جمع میشه برای ما شما ریترن کو. اینجا فقط فرقی که تزید دیگه چی است؟ اگه اینجا سم بود برای ما شما سم میده، اینجا کاونت بود کام میده، مین بود مینش نشون میده که و هم ماکس بود ماکس نشون میده. یعنی فرقی نمیکنه، فقط سینتکس یک چیز فقط همین نامش تغییر میخوره. برای ما شما مجموعه چی را بده؟ کانتیتی را بده. در کدام تیبل؟ در پروداکت دیتیلز. میبینیم میره رن میکنیم چی نشون میده؟ خب سعی کنین این عدد که هست که 12743 همون مجموعه از ریکارد ها هست که برای ما شما ریترن میکنه. یعنی خب این مجموعه از همون ریکارد هاست که مجموعهش اگه ما بخوایم برای ما شما میاره. دیگه که هست ما شما همون سینتکس عمومی به خاطر سم که داریم نام کلمه نوشته میکنیم، بعد از او نام تیبل از کدامش که ما میگیریم و همچنان بعد از او کدام شرط اگه ما شما داشته باشیم نظر به اون شرط برای ما شما ریترن میکنه. خب و دیگه چیزی که ما شما داریم همون شرط هم اگه برای شما مشخص کنیم. اول خود ساده ما مثال کار کردیم که تنها چی بود؟ کوانتیتی رو برای ما شما ریترن میکرد. حالا چی هست؟ خب حالا اگه ما شما بگیم کوانتیتی را from order details بیار در کجا؟ در جایی که product ID مساوی به 11 باشه. یعنی جمع کو همون کوانتیتیش از بر در تیبل ایدی order details همون چی را برای ما شما که وقتی که product ID چند باشه 11 باشه برای ما ریترن کن. یعنی به این شکل دیتا را برای ما شما ریترن میکنه. خب میبینیم که ریزالتش چی است. خب اینجا که ما شما داریم 182 امو جمعش هست که پروداکت ایدی که قیمتش 11 باشه. خب اینی هم مربوط چیش بود که وقتی ما شما یک چی داشته باشیم برایشان شرط داشته باشیم باز به این شکل داده میشه. مثلا دیگه اگه ما اینی را ایتو کنیم خب میبینیم که ایران شوه دیگه امو مطلب از چی است؟ کسی گفته میتونه برای من؟ کسی گفته میتونه مایک خود باز کنه و برای ما بگه؟
خب بس در ریکوردی که داره فقط میخوانیم میفرست نمبر آیدیش از 11 پایین تر باشه تماشا جمع میکنه کوانتیتیش و نشان میده بر ما. اینی آیدی اینی علامه از چه رقم مطلب از اینی چی است؟ او ریکوردی که آیدیش از 11 پایین بالاتر باشه. خب آفرین. یعنی امو ریکارد رو برای ما شما ریترن میکنه که امو پروداکت آیدیش از 11 بالا باشه. دیگه می کل دیتا رو برای ما شما ریترن میکنه. بعد چی میکنه؟ جمع میکنه. خب اینه یک ویر شات برشان دادیم. یعنی به این شکل ما شما میتونیم ازشان استفاده کنیم. خب دیگه بخش چیه که هست؟ بخش الیس است. خب اینی که هست بعد ما شما گفتیم از نام برشان میتیم. سعی کنیم میگه select sum quantity امو مجموعه سم برای ما شما از مجموعه از تعداد از quantity را برای ما شما من حیث توتال نشان بدی. در کدام تیبل؟ the order details. این هم کدام چیز خاصی نداره، فقط اگر ما شما میره اینی جای استفاده کنیم کدام چیز خاصی نداره. خب چه خب اینجا که هست مثلا اینجا برایشان اضافه میکنیم یک کلمه از است، مثلا هر چیز که هست مثلا توتال که اینجا گفته همین رقمی را ما شما ریترن کردن میتونیم. یعنی به شکل هر نوع که دل ما شد استفاده کنین، توتال می نوشته میکنین یا هر نامی که برایشان میخواین بتین داده میتونین، یا مثلا هر چیز که هست شما میتونین برایشان بتین سعی کنین که به اون نام میگیره. خوب مربوط خودتون است دیگه، شما میتونین ازشان استفاده کنین. و دیگه چیز که هست گروپ است که همین حیث چی بود امون کاونت واری که برای ما شما منظم میکنه. مثلا یک مثال است میگه here we use the sum یعنی مجموعه function and the group by class to return the quantity for each order in the order details table. میگه ما یکی از سم استفاده میکنیم و هم از فانکشن گروپ بای که برای ما شما چی ریترن کنه، می کوانتیتی را یا مقدارش نظر بازی رو منظم کنیم نظر به چی اوردر آیدی. خب ما شما اگه میخوایم من این را دیگه میارم در اینجا تشریحش میکنم. خب اینجا که هستم سلکت کو اوردر آیدی را سلکت کو و مجموعه کوانتیتی را من حیث چی نوشته کو از توتال کوانتیتی، من حیث توتال کوانتیتی برای ما شما نشان بدیم از تیبل اوردر دیتیلز که ما شما این تیبل رو دیگه داریم هر کدامش هم میتونیم استفاده کنیم. و اینو منظم کو نظر با آیدی میگه نظر می دیتا هایی که هست برای ما شما در اوردر آیدی نشان بدید. صحیح و سعی کنین یکش اوردر آیدی میگه از اینجا و همچنان کوانتیتی. اگه ما این کار کنم پیش از این اگه اینجا نوشته کنیم select all، خب all from تیبل چی است اوردر دیتیلز است. خب ما اینجا نوشته کنم order بعد از اون دیتیلز. اگه ما این را ران کنم چی میشه کلش نشان میده. سعی کنین ما شما چی چیز داریم دی order detail ID است دیگهش order ID است و product ID است و همچنین quantity است مقدارش است. مثلا از این order detail ID که است از این order که است ما شما 12 دانه داریم و product ID 11 است. ما این چی میکردیم مطلب از اینی است. خب من این را میخواستم براتون تشریح بدم. خب پس امورا ما کنترل وای بذارم که جا است از می تیبل یکش اوردر آیدی میگه بگی میبینین و دیگهش که است مجموعه کوانتیتی برای ما شما مجموعه شبته من حیث توتال کوانتیتی برای ما شما نشان بده از کجا از from order details از پروداکت از مو تیبل اوردر دیتیلز است که اینی تیبل است. خب باز چی کو میگه اینا منظم کن نظر به اوردر آیدی، نظر به اوردر آیدی برای ما شما منظم میکنه. سعی کنین از این دو اینی است اول اینی را نشان میده چون نظر به اینی چیش نمیکنه. اگه ما اینجا بگویم برایشان مثلا گروپ بای شوا نظر به چی کوانتیتی این را باز برای ما چی نشان میده. خب نظر به کوانتیتی گروپ هاش میکنه منظم میکنه مودیتایی که ما شما داریم. خب اینجا که هست 4000 خب کلام order is invalid باز اونو invalid میشه چرا ما شما اول اینی را آوردیم بعد اینی را نشان بدیم. خب باید کل سینتکس تغییر بخوره باز کل دیتا را که ما شما وقت نداریم که کلش باز چی کنیم. خب خیر شما میتونید اینا باز اینجا کوانتیتی پارتیم و در اینجا که هست اوردر آیدی پارتیم اینجا نظر به کوانتیتی باز ما شما میتونیم اینا چی کنیم منظم کنیم. خب دیگه چیز است بعد از او خب sum with an expression میگه this parameter inside the sum function can also be an expression. میگه ما شما میتونیم اینا من حیث یک expression استفاده کنیم. چی میگه if we assume that each product in the order detail column costs $10 we can find the total earning in dollars by multiply each quantity with 10. خب مثلا این قیمت از اینی که هست فکر کنید هر کدامش که هست از اینی $10 است. صحیح میگه ما میخوایم که همین قیمتش عمومی شه برای ما شما جمع کنه، این را نکنه که تنهایی را کوانتیتی را، یعنی از هر کدام قیمتشون که اضافه کنیم که $10 است. یا هم ما شما میتونیم که قیمت یک جنس است مثلا فکر کنین 30 افغانی ما شما بخوایم میره با کلدار یا هم با دیگه پول
مثلا تبدیل میکنیم یا هم دلار که هر کدامش چند میشه ضرب از اینی میکنیم داخل قوس. اما هم برای ما شما نشان داده میتونه. یعنی اگر ما شما ساده بریم اینی که هست که قیمتش هم کشان چی میشه من نهایت یک اکسپرنشن ما شماشان استفاده کرده میتونیم. یک اصطلاح میگم ما شما میتونیم او را فقط به خاطر چی استفاده کردن نمیتونیم، یعنی تنها کوانتیتی نمیتونیم، میتونیم داخل از دیگه عملیات برای ما شما نشان بدیم. یعنی هر کدامش اینجا چی میکنه برای ما شما ضرب ده میکنه که قیمتش بالا میشه. صحیح؟ یعنی ما شما پیشتر داشتیم 12743 حالی که از ضرب ده شد یعنی ده چند میشه هر کدامش میشه دو. خب یک صفر کش اضافه میشه دیگه جمعش کنیم که چند میشه. اگر ببخشید اگر بخوایم کی را 100 چند کنیم میشه یک صفر دیگه اضافه میشه، یعنی ضرب چی میشه. مثلا اگر کوانتیتی میتونیم از اینجا تقسیمش کنیم یا دیگه عملیات همسرشون اجرا کنیم. دیگه اون مربوطی خودتون میشه که چه رقم استفاده میکنید. دیگه اش کی هست join order details، یعنی چی هست میگه with products and use sum to find the total amount. اینی که هست ما شما جای داریم اینا پاسپاسان اینجا ما میخونیم. اینجا اگر فکرتون باشه ما ایرا اینجا میخونیم. جاینز داریم، اینر جاین داریم، لفت جاین داریم، رایت جاین داریم، فول جاین داریم و همچنان سلف جاین داریم. اینو چیزا را اینی باشه ما آل اسکیپ میکنیم. قد یک تشریح میکنیم. مثلا چی است پرایس از در کوانتیتی کو و عموما از آردر دیتیل هر دویش بگید مجموعش برای ما شما نشان بده چه رقم که از طرف پروداکت از طرف چپ کل پروداکت ها بگیره در آردر دیتیلز نظر با ایدی که مساوی با پروداکت ایدی است. خب اینا ما کار نمیکنه بخاطر چی که ما شما جانا را خواندیم بعد از اون باز ما شما این بخش کار میکنیم. خب اینی هم مربوطی ازینی دیگهش. بعد از این کدام چیز که ما شما داریم بخش چی هست؟ خب بخش اوریج است. بعد از این اوریج میخوانیم و همچنان لایک هم میخوانیم دیگه. بعد از اون خب این دو تا خواندیم بعد از اون درس رو تمام میکنیم چون این دو تا اینا خوانده بتونیم. خب اینجا که هستک اسکوئل اوریج فانکشن اینی که هستک ما شما برای ما شما اوریجش نشان میده. اوریجش چه رقم نشان میده؟ میگه وقتی که ما بخوایم اوریج از کل نمریک ولیو رو برای ما شما بیاریم یا همو اوسطش رو برای ما بیاره همون رو برای ما شما نشان میده. اوسط شما میتونید پیدا کنین یعنی کلش جمع تقسیم تعداد. خب اگر ما بخوایم اوریج از مو پرایس ها رو برای ما شما نشان بده اینجا همو اوسط کدام قیمت ها که ما شما داریم اینا برای ما شما نشان بده. چه رقم میکنیم؟ مثلا سلکت فقط اینجا اگر سم به سم استفاده میکنیم کام کام مین ماکس کلش آسان است. در اینجا ما شما فقط اوریج نوشته میکنیم بعد از داخل قوس پرایس نظر به چی به پرایس و در کدام تیبل از تیبل پروداکتس ما شما میخوایم که اوریج قیمت ها رو مثلا با خود نشان بدیم. یعنی از اون پروداکت ها اوریج قیمتش چند است؟ اگر ما سر از کلیک کنیم میبریم 28.8863 اینی اوریج یعنی قیمت وسط اینی است. یعنی وقتی که ما شما بخوایم اینجا که هستک اگر فکر کنین اینجا که اگر مین مثلا بیارین قیمت خردشونه اینجا ما نوشته میکنیم مینش برای ما شما میاره. اگر ماکس بود ماکس میاره. خب 2.5 که است کمترین قیمت دیگه است. خب ولی ماکسیممش چند است؟ اگر ما بخوایم ماکسیممش یعنی بلندترین قیمت نشان بدیم اینجا فقط این خیال داریم ماکس نوشته میکنیم و این رد میکنیم که چند است 263.5 یعنی از 2.5 ما پروداکت داریم که قیمتش 2.5 بود 263 ولی اینجا که اصلا ما شما میخوایم اوریجش اما اوسطش با چند است اینجا اوریج نوشته میکنیم که اوریجش برای ما شما ریترن کنه. ببخشید اوریجش 28.8663 است یعنی از 2.5 شروع تا 263 می کلش که هست که اوریج او یعنی اوسطش که هست این قسم 28 است. او بخش مربوط چی که هست که اوریج که هست که این بخش بود دیگهش که هست اینجا که هست که یک چیز است میگه نوت یک نوت برای ما شما نال والیس اور ایگنور جایی که ما دیتا نداریم او صرف نظر میشه شون یعنی او را در نظر گرفته نمیشه به خاطر از اینکه صفر از صفر که جمع میشه یعنی دیتا صفر اگر من حیث فکرتن نمیشه شده بود او جمع میشه نه اما یعنی خانهش خالی باشه دیتا نال باشه ما شما دیتا نال خواندیم نال والیوز که دیتا که نباشه ما شما میتونیم اشون برایشون نال نوشته کنیم یعنی دیتا خالی باز بجای از ما شما اگه اینی بود داشته باشیم اوسطش میکشیم ایرا صرف نظر میکنه یعنی ایرا نمیگیره به خاطر اوسط کشیدن چون چیزی نیست. اما سنتکس عمومی از اینکه هست سلکت اوریجش برای ما شما نشان بده نام کالم نشان بده نوشته میکنیم بعد از و هم نام تیبل از کدام تیبل و بعد از کدام کاندیشن اگه بخوایم نشان پارت میتونیم پارت یعنی این سنتکس که از کلی اگریگیت فانکشن ها که بود که ما مربوط محاسبه میشد از این استفاده کردن میتونیم. خب بعد از ما شما که هست اگر داشته باشیم اینجا که هست که ویر کلاس ازشون استفاده کنیم یک کاندیشن رو برایشون بدیم یک شرط رو بدیم که نظر به این شرط برای ما شما بیاد. مثلا اگر ما اینجا بگویم select average price from products where category ID is 1 اگر ما شما این رقم کنیم خب
ما پس میام اینجا با جای زیر میپرتم select average price، میگم مؤسسات پرایس برای ما شما بره از قیمت از کدام تیبل از پروداکتس. خو اینجا یک شرط میده، میگه در جای بیار که کاتگوری ایدی مساوی به یک است، از هر جایی که کاتگوری ایدی مساوی به یک است او قیمتش برای ما شما ریترن میکنه اوسط مو قیمتش میبینیم از اون پروداکت ها که دیگه بخش است. خب باش که ریترن کنه به نظر من در اینجا که اصلا این ایدی که داره همین قیمت نشان میده. چرا؟ به خاطر اینکه رانش کنیم در تیبل همون چیز است. اگر بزرگ از یک نشان بدیم خب به خاطر که اوریج است تغییراتش نمیه. اون نسخه کنید جامده 37.29 بود، حالا اگر این بزرگ از یک بدیم 27.18، اگر این کوچک از یک بدیم که چند میشه میبینیم که نداره می رقم، یعنی کوچک از یک به خاطر اینکه نداره. چرا خب امیر کی جواب گفتم میتونم برای من این چرا خالی آورد؟ مایک خود آن کنه جواب بده. کسی است؟ استاد نلوانیو است. یعنی مطلب چی است از اینجا؟ ما گفتم امی اوریج از قیمتا رو برای ما شما بیارین داخل محصولات که کاتگوری ایدیش از یک کوچک باشه. خب از یک کوچکتر وجود نداره، از یک شروع شده. آفرین. اینجا که هستک ما شما امو کاتگوری ایدی عموما که استارت میشه از یک استارت شده. خب از یک به پایین. خب اینجا که بود اینی مطلب از این است که ما یک کوچک از یک بگیریم، یعنی یک نداشته باشیم خوش. اگه یک بود باز قیمت اوریج برای ما شما نشان داد که چند بود، 37 بود، ماشم چند بود. ولی کوچک از یک یعنی که دیتاش ما نداریم، چرا برای ما شما ریترن کنه؟ هیچ چیزی نیست. فکر خود یک بود 37.97 91 بود، ولی اگه ما ایرا کوچک کنم پس ایرا برای ما نل میته. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ما شما دیتا نداریم برایشان. ان شاء الله که فهمیده باشین. و اگه بزرگ کنیم بازم بود که 27 چند نشان میداد که فکر کنین میریتای که از یک بزرگ باشه 27.18 شد. خب بعد از این ما چی داریم؟ میتونیم نام برش مشخص کنیم. اینجا که اصلا فقط یک قوس میگیریم و میردش میپرتیم. ما میگیریم فقط دو جکتش اضافه میکنیم از اینجا که هست که اضافه میکنه از average price، مثلا اوسط قیمت. شما میتونه هر چیز نوشته که از average of this، یا هم برش نوشته کنه میتونین of products prices. صحیح؟ میتونه هر چیز برشون بده. این نمونه نامش خالی تغییر میگه، یک فکر کنید تایتل میگیره خلاص دیگه. خب بعد از او ما شما چی داریم؟ higher than average. ما شما در لیست اینجا که هستک اگر از average میگه بالا دیتا را بگیریم higher than average چی معنی؟ میگه to list our records with a higher price than average we can use the average function in a subquery. سعی کنید. میگه اگر ما بخوایم اما دیتا را ریترن کنیم که از average کده بالا باشه، از کل average کده، ما شما چی میکنیم؟ اون رو در ساب کیوری نشان میدیم. مثلا من ایرا پس اینجا میارم که صحیح بفهمید. خب اینجا من ایرا میارم و ایرا هم به جای زو میپرتم. برشان چی میگه؟ میگه select all from products، میگه کل پروداکت ها رو برای ما شما بیار. اینجا یک شرط میده مرحله دو. where price میگه در جایی که قیمت که باشه بزرگ باشه از چی؟ select average. بعد از اون دیگه مو کیوری پاس ران میکنیم. select average product from average price from product کیوری بود که ما پیشتر ران کردیم کیوری را که برای ما شما چی نشان میداد؟ اما average قیمتای از مو پروداکت ها رو برای ما شما نشان میدن. حالا چی میگیم؟ نه میگم مو قیمتی که از یعنی اوریج کده کم باشه، اینجا بزرگ باشه، یعنی ما برای ما شما قیمت ها رو نشان میده. اینجا که هست. خب اگه تو شوا براتون سوال پیش شود جایی که مثلا دی تو جواب پیش میشه، اکثریت وقت تکنیکال همو بخوای که ذهنی خودت آزمایش کنه، بعضی شرکت ها یا بعضی راسند پروژه پیش روبرو میشه کشان یا هم اینترویو که در خارج میتونی اکثریت تو سوال میکنه. خب یکم فکرتون به کار پرتین دیجا برات میگم برای ما ریترن کو امو برای ما بیار چه رقم ادای اسکیل دیتا رو برای ما شما میاری، برای ما میاری که امو قیمتش از اوریج قیمت کده بزرگ باشه. امو دیتا رو ما کار دارم از اوسط که قیمت بزرگ باشه، امون رو از یعنی از اوسط کده بزرگ باشه. خب یک راهش است که شما بتونین اول چه رقم است که امی رو بیارین اوریج قیمت رو بکشین، صحیح اینی باشه. بعد از او اینی رو کپی کنین، بجای از او مثلا از اینی بالا باشه براتون میاره. سعی کنین ما کار میکنم. خب اینجا که هست چه رقم میکنین؟ میگه select all from products where price بزرگ باشه. از امی select average price from products یعنی از امی چی باشه؟ از اینی کل average کده بزرگ باشه. ما این ران میکنم که چی میشه؟ خب اینی دیتا رو برای ما شما ریترن کرد. اینی پروداکت هاست که از امی average کده قیمتش بزرگ باشه. سعی کنید این 40 است 20 اون average که بود ما چیم 27 تا چند از اینی که از کل قیمت ها بزرگتر است. و بعد دیگه شکل شما میتونید که بجای از این مثلا یک بار اوریج بکشین که شما پیشتر کشیده بودیم، بجای از اون ما شما میتونیم ایران نوشته کنیم. این رقم میشه. خب
و دیگه که هستک شما فکر کنید پاس میده ریترن کرد و اگه ما ایرا چی کنیم در دو طریقه است. خب ما ایرا اول پیشتر کشیدیم select average price from products سایز ایرا کشیدیم که قیمتش اینی بود، بعد جو بس اومگا از پرایس از میوریج کرده بزرگ باشه، من اصلا این قیمت انداختم. ولی اگر دیتا تغییر میخوره اصلا میبینیم که تغییر میخوره باز خود کیوری رن میکنید. باید این تو را ایرا کتش داشته باشه. چرا؟ به خاطر که در هر رن برای شما دیتا رو چی میکنه، مثلا فیلتر میکنه دیتا رو نمیاره. دیگه یک پوینت است که باید در نظر بگیرین و اگر دیتا استاتیک بود باز شما میتونید از طریقه استفاده کنید، یعنی که کمی بهترتر بشه. خب بعد از دو یوز اوریج ویت گروپ بای که دیگه بعد از اون ما شما میتونیم ازشان استفاده کنیم و همچنان نظر باز منظمش کنیم که چه رقم نظر به چی اول شروع کنه. خب ما به جای از رو میپرتیم مثلا چی است آقا اینجا که هست میگه select average price as من هزینه چی نشون میده average price کاتگوری آی دی با این دو تا نام نشانش پتی و ایرا گروپ بای کو یعنی نام چیش کو نظر به چی یکیش average price نام تو دیگه هم کاتگوری آی دی و ایرا هم منظم کو نظر به همو آی دی کاتگوری. خب این هم مربوطی از این بخش و بعد از اون ما شما چی داریم، یعنی اینجا که هست ما شما دیگه کارا هم کشترش کردم میتونیم که اینجا مثلا این نام تغییر بدیم این نام تغییر بدیم یا هم دیگه بجای دیگه چطور پارت می پروداکت بجای شب دیگه تیبل پارت می همچنان کاتگوری رو تغییر بدیم، هر چیز ما میتونیم که انجام کنیم، یعنی چیزی خاصی نیست ایشون. خوب این نظر باز مربوط خودتون میشه کدام چیزا راشون استفاده میکنین. دیگه بخش اکسرسایز هست که ما شما اینی اکسرسایز داریم. خب بعد از اون ما شما یک چیز داریم لایک داریم که اینی باز اینی بخشا که هست وایلد کارت مربوطی از این میشه. خب لایک که هست ما شما مدیول داریم و همچنان سینگل ریپرزنت داریم. خب اینی رو نمیخونیم به خاطر چی؟ به خاطر که اینجا باز وایلد کاردای کلی که اینجا تشریح شده بازی نصف میمونه، باز اونو پروسس خراب میکنه. اصلا کنین این وایلد کاردا که باید کلشون کش یک جا بخونده شود که باز اگه تو شود تا 12 بجه ما شما 11 بجه ما شما خلاص شدن میتونیم. خب تا اینجا که سوال داشته باشم میتونه پرسان کنه. هر نوع سوال که دارین ما در خدمت، ما یک در خدمت دیگه شما میتونین که سوال کنین. خب ما یک چند تا سوال میکنم میربانی قسمت که افرج ناشتا میکنین باید امور بزرگ باشه یتمی است. خب در اینجا شما میگین کدام بخش اینی را افرج بله نه میتونی به حروف خردم نوشته کنی، ولی بعضی ایدیا است که را باز چی میگیره مثلا ایگنور میکنه. خب ولی اینی که هست که سنسیتیو است که ما برای ما شما هیچ تغییر نمیاره و این مشکلی پیدا نمیکنه. صحیح است؟ بله درست است. خب دیگه سوال خودت نداری؟ نه خیر است. خب کلیم لابیس شما اگه سوال دارین میتونید بپرسید. استاد محترم سوال من این بود که در یک جای اگزمپل که کار کردیم اما هایر دن بود، در یک جای نوشته بود فرام، در اونجا یعنی شرطیه دادیم دیگه ور پرایس بزرگتر است همین خب کجا بود اگه میتونید را برای ما بگید؟ اوریج بود یا چی بود؟ هایر دن بود در اوریج ها. خب اینی کیری شما میگین که چه رقم کار میکنین را خب ما پس همون کیری را بیارم اونجا بود اینی بود این امیره میگم در اینجا عدد ننداختین امی منظورم همین بود. خب اینی به خاطر تو هست که عدد ما چرا ننداختیم؟ به خاطر از اینکه ما شما اوریجش هم میخوایم، از اوریج قیمت بالا رو میخوایم. خب ما شما باید از دیتا اول اوریجش پیدا کنیم یا نکنیم. اگر بخوایم که اینو تو کار کنیم که دیتا همیشه تغییر خورده میره، یعنی دیتابیس دیتا نو میاریم، باز ما شما چه رقم میکنیم؟ یعنی اول اوریج شکوری که به خاطر اوریج پیدا کردن اون رو میاریم اینجا نمیشه میکنیم و بعد از اون بزرگ امی پرایس باید بزرگ از باشه، یعنی اوریج که هست که کمی کوچ فکر کنین پرایس بزرگ از اوریج باشه. ولی اگر شما میتونین که تنها اوریج پیدا کنیم و تغییر نخوره بعد از اون اوریج مثلا ما که یورو انداختم دیگه به جای میتونین اما عدد هم بندازین، یعنی کدام مشکلی باز پیدا نمیکنه. ولی اگر دیتاتون تغییر میخوره با شما نمیتونین او را پرتین. دیگه کسی سوال داشته باشه میتونه پرسان کنه.